منم و من همین بی قرآن انصاف نیست آدم اینقدر بیشتر از سنش خسته شه. اگه وجود داری معجزه کن. شب تا صبح دوست داری قدم بزنی، جایی که تو گالری خاطرات و ورق بزنی. یه حسی میگه بکش غم توی دل تو. فکر میکنم دیوونم با وجود حرفایی که نگفتی و میدونم یاد تو یاد من میمونه، بغض توی حرفات تو گلومم میمونه. این حرفا رو غریبه میدونه، فقط یه غریبه میخونه، غریبه‌ای که نمیشناسمش، حتی حرفایی که نمیخواستمش، روزایی و فردایی که نمیخواستمش. این حرفا گفتنشم سخت باورش، نمیخواستم باورش کنم. رفتم هر جایی که خاطرش شده است، حالا با خنده گریه هامو باورش کنم یا نبود تو کنارم باورش کنم. چطوری غریبه تر، هر شب به خودم میگم این بار آخره، پیک چندم این بار آخره، سلامتی پیک آخره. چطور میگم میشه وقتی هنوز روز اول یادمه، قرمزی ترشی لب و شک، حتی طرفای مسخره اون روز خنده یاد ما هم. انگار هنوز پشت کوهم، واقعا هنوز عادتهای خوشبینیمو دارم که هر روز واسه صبح خیلی دارم. چه دردی شدی هیچ، از پوچم خالی تر شدی گیج، چون نشد قانعم کنین. یادتم کلی با خاطرات بد، خاطرات خوب، عشقم شدیم، نور چشمم شدیم، نکنه چشم زخم خوریم. یادتم کلی، یاد شب بیداری ها، یاد صبح قبل 5 بیام یه وقت زنگ نزنی ها، خودم قبل 5 بیام. چقدر هوا بد شده، روز برفی برام غم شدش، وقتی از سلامون چشو نداره، دست اندازا حسی نداره، مثل بابایی که بابا نداره. میگیری چی میگم؟ واسه بقیه این حرفا معنی نداره. چقدر غم داره دوری، نمیشناختمت، قشنگ تصویر زندگی بودی، خیال این که عشق تفاهم نیست دل داده بودی.